بشین خودتو لوس نکن. ازتون پرسیدم که تا حالا شده یه چیزی رو بخرید یا کسی تا حالا شده یه چیزی رو بخره ولی دلش نذاشت استفاده بکنه، یا اینکه ندید بدید ترین کاری که کردید چی بوده؟ اکسم برام خریده بود ولی اونقدر دوستش دارم که نمیخوام استفاده کنم و میخوام تازه بمونه. 4 سال با هم بودیم، اولین کادو ولنتاینم بود. عروسک مال حالا اگه استفاده بکنید چیزیش نمیشه. اصلا یه سوال، یه توییت خیلی جالب نوشته اینو اگه یکی بخواد استفاده کنه دقیقاً باید چجوری استفاده کنه؟ عروسکه تو باش بازی نمی‌کنی مثلا؟ وارد جزئیات نشیم. آره واقعا وارد جزئیات نمیشیم. اوکی بله شده نوار بدشی تهدار. من تا حالا ازشون استفاده نکردم، گذاشتم بالا کمدم فقط نگاهشون میکنم. جدا تهدار تو هم چرا؟ و یه سال اینا بو هم میدن یا نه؟ یعنی بودارم هستم مثلا فرنگی بلوبری. ببین هر دختری یه دفتر گوگلی داره که اگه زامبیا هم حمله کنن اون روز مرگش باشه حاضر بمیره ولی از اون دفتر استفاده نکنه. آره دوستایی که ریپلای کرده بودن برای این توییت هم نگاه کردم، همه نوشتن حق، وای حق. جورابا وقتی بچه بودم یکی از کسایی که خیلی دوستش داشتم اما الان از پیشم رفته بهم داده. آخه از هیچ وقت ازش استفاده نکردم. چه باحاله این موش داره خواهر.